یک آوان این ورزشگاه مالامال مخلصان بود. هزاران نفر از مخلصان برای تماشای بازی حاصلات معروف می آمدند که در ترکیبش یکی از چهره های سرشناس فوتبال تاجیک مارادونای فرخاری خورشید گلانوف را داشت. من سهرابشاه فرخشاه هستم و این برنامه فوتبال تاجیک است که امروز درباره چگونگی وضع فعلی دسته حاصلات فرخار نقل میکند. حاصلات فرخار از گرندهای فوتبال تاجیک است که در سابق اشتراکچی همیشگی لیگ عالی مملکت بوده مقام‌های بلند و بالا را صاحب می‌شد. زیاده از این حاصلات همگی چند سال پیش تاجیکستان را در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرد، اما بعد از این موفقیت حاصلات به یک بارگی رکود کرد و اینک چند سال است که در لیگ دوم فوتبال مملکت برآمد دارد. حاصلات را در حال دریافتیم که دسته در ورزشگاه مرکزی ناحیه مشق میکرد، اما تا این دم حاصلات در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه کولاب شرکت ورزید. در ماه فوریه کوبک فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گشت. راستی گپ ما اونقدر خوب تیار نبودیم و در بین 6 دسته در شهر کولاب گذاشت معرفی کردیم. خیلی بد نبودن بچه‌ها خوب برآمد کردن، از بس که وقت کمتر بود. 10 روز ما فیزیک گذاشتیم. بعد از اون در مابین 6 دسته که یکی از اون روشن کلوب و فیضخان که امسال در لیگ عالی برآمد میکند برآمد کردیم، جای سوم گرفتیم. امروز هیئت حاصلات اصولاً از دانشجویان محصلین مکاتب میانه عبارت است و به گفته مسئولین این علت به جمع آمدهای مشقی و عموما رشد دسته بدون تاثیر نمیماند. صنف 10 هم هست، صنف 11 هم هست. دانشجو هم داریم. من همین مکتب خان بودن همین بچه ها و دانشجو بودن آنها بر روند همین مشق خلل نمیرسونند. میتونید همه رو در یک وقت جمع کردن نمیشه؟ خلل البته میرسونند، برای که خیلی که با زبان روسی میگویند باید صبرانه ترنیروفکا کنند، همه یک جای یکدیگر فهمی باشد. راستی گپ به ما خیلی تاثیر بلند میرسوند. وقتی یک جای مشق نکنیم، مثال یک جای یکدیگر فهمی نکنیم، در فوتبال نمیشود. وقتی ای درس میان مثال به ترنیروفکا یک روز مشق میکنن، مثال در بازی یکدیگر رو نمیفهمیم. این در همه بازی ها احساس میشه که شما یکدیگر رو نمیفهمید؟ خیلی جایی میشه که بچه‌ها ای شهر میان یک روز ترنیروفکا میکنن، میشه که یکدیگر رو نمیفهمیم، یکدیگر قطعی مشق نکنید در کمانده که جای نباشه نمیشه فوتبال. چند نفرش امروزه در تمرین امروزه اشتراک ندارن، به خصوص اون که دانشجویی که در پایتخت در دانشکده‌های گوناگون تحصیل کرده استودن و با قریبی ما نیت داریم که همشون آماده اشتراک کنند. اما مربی دسته طالب تیمیروف میگوید که با بازیگران دانشجوی خود همیشه در تماس بوده، در مکان تحصیلشان آنها تحت نظارتند. آنهایی که در دانشجویان در همون دانشکده‌های خودشون ما نظارت هم داریم، در اونجا هم مشق میکنن هر روز در تیم های همون دانشجو. خیلی که در اینجا هم یک جای هم که نباشه، اونجا ما فیزیکی فرم میگیم، فرم فیزیکی خود رو نگاه میدارن. یک زمان حاصلات فرخار از دسته های سر لیگیونرترین کشور به حساب می رفت. این از اقتدار مالی دسته گواه بود، اما به گفت یکی از سابقه‌داران دسته علت اساسی شکست دسته آوردن لیگیونرهای زیاد بود. حاصلات تا سال 2017 به شما معلومات خوب برآمد کردن. بعدی که لیگیونر دعوت شدگی بودن، حاصلات بسیار دعوت شدن، خطاگیر بود. یعنی شما فکر میکنید که دعوت لیگیونرها خطاگیر بود؟ خطاگیر بود، بسیاری بد بود. ما قریب یک یا دو نفری همه محلمون فوتبال بازان خودمون
محلی بودن؟ اما هم در هیئت احتیاطی بودن. امروز ترکیب دسته را همه بچه‌های محلی تشکیل می‌کنند و به قول اشتباه پیشین و از حساب بچه‌های محلی جبران می‌کنند. 90% همش از ناحیه فرخوره. 90%. اینها دستپروران مکتب ورزشی هستند؟ بله. 40%ش دستپروران مکتب ورزشی هستند و یا که نو سین 19 18 در آمدگیان همونو دستپرورانی چی هستند. خیلی که شما دیده استید اینجا هستند. دسته ما سال دو سال هم از دستپروران مکتب ورزشی پرشده هستند. یعنی شما خطاگی شده را اصلاح کردید؟ همه ای صفر سر کردیم با. من در صنف دوم میخونم در. چند وقت شد که فوتبال مشق می‌کنید؟ قریب 3.5 سال شد که من در اینجا فوتبال مشق میکنم. یعنی از صنف هفتمی؟ بله. خوش. فوتبال بعد خانه شد خلال نمیرسونه؟ نه ما بعد عبید یعنی ساعت 2:30 با مشق میویم، مشق میکنیم. رحمت و این معلم که یعنی درسای تکنیکی و تاکتیکی میته با ما خیلی خوبه برای جسمانی و برای سلامتی ما. اما علت اصلی در آن است که بازیگران بدون شرطنامه بازی میکنند و با گفت سرمربی خوب میبود با آنها شرطنامه ها بسته میشد تا آنها توجه خود را پورا به فوتبال نگران میکردند. خوبتر میشید که با بچه‌ها شرطنامه میکردند. اویش که در تحصیل میکنند در شهر دوشنبه. یک خیلی دیگه شم اگر بگیریم اینجا در زندگی مستقلانه دارن، زن و فرزند گویم دارن، با ما شما تامینش کنن بسیار خوب میشد. اما این نکته باعث ذکر است که این بچه‌ها داستان‌های زنده فوتبال فرخار را همه روزه می‌بینند و یکی از این داستان‌ها خودی طالب تیمورов است که با گفتی او با بچه‌ها همیشه از تاریخ حاصلات قصه می‌کنند و بچه‌ها نیز خوب می‌فهمند که در چگونه دسته بازی می‌کنند. تاریخ حاصلات رو ما هر روزه با اینا می‌فهمونیم. به غیر از مشق‌های تمرین با تئوریکی میگن یا چیزی که تاریخ میگن تئوریکی در صنفو میگذاریم در اونجا ما نقل شفاهی در اونجا ما هم تاریخ حاصلات آوازاده رو با اینا نقل میدونم. ما میدونیم در دسته حاصلات تاریخ بزرگ دارد. مثال در دوره SSR بازی میکرد. از جمله مارادونا فوتبالیست دارد، تقی دوستوف، معلم احمد، بازیگرای خوب داشت. ما از زمان تجربه گرفتگیم. حاصلات رو شما هم میدونید که یعنی دسته همچون تاریخی است. یعنی در لیگ‌های SSR هم بازی میکرد، در لیگ اولی همین تاجیکستان هم بازی میکرد. شما هم میدونید یعنی ما از سببی که حاصلات با لیگ دوم بازی کرده است ما امیدوار هستیم جوانان همین شهرکی یعنی حاصلات فرخار رو با لیگ اولی میبراریم. یکی از گروه‌های مکتب ورزشی ناحیه تحت راهبری یکی از مربیان حرفه‌ای یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال تاجیک خورشید گلونوف مشهور با نام مارادونا مشق می‌کردند. همه وقت گرم کردن در کوره بدن بی گرم کردن نمی‌شود مشق. فهمیدین؟ رفتیم یک پا در رفتیم ما پای دیگری در رفتیم. حاصلات فرخار همچون یکی از دسته‌های آوازه‌دار تاجیکستان در سابق در هیئت خود بهترین فوتبالبازان را داشت. خورشید گلونوف مشهور با تخلص مارادونا سالیان دراز شکوه و جلال فوتبال فرخار را شهره آفاق کرده است. کی این تخلص را با او لایق دیده است تا حال نمی‌داند، اما از نسب این تخلص و اسمش اظهار قناعتمندی دارد. وقتی که سال 82 مارادونا در چمپیونات جهان بازی میکرد، همین حاصلات فرخار هم کمندش شروع بود. همین را کی یکم بار مارادونا گفتگی من هم نمیدونم. یکی مارادونا میگن میگردم نگاه میکنم و نکی من نمیدونم که ایرا کی گفته است یکم بار. ممکن مخلصا گفته باشه. اصلا معقول بود برای شما که وقتی شما را مارادونا میگن؟ وقت اكو معقول نه که تخلص 6 در کتابا مارادونا مینویسن، مارادونا فرخاری. هم چند کتاب برآمده مارادونا فرخاری دیگه من با یگان مخبر شناس هم نیستم گپم زدن نمیتونم.
که بگم که ایرا چیزای خیلی می‌نویسیم. البته همچون یک چهره ماندگار فوتبالی خورشید گلانوف خاطرات زیادی دارد، اما یک بازی که او در سن بالاتر از 50 سالگی شرکت کرده است هیچ از خاطرش نمی رود. سال 2012 54 ساله همینجا در اومده در تگل زدم چمپیونات ریسپوبلیکا در خانه کار کرده استادم آواز مخلصا همینجا به خانه را رفت میام میگم که معلم شد چنده میگه 1-0 گفتم بیا معلم مرا اجازه بده بدرم 7000 آدم شتگی در اومدم یک پاس دادم گل زدن یک تا دیگه گل زدم 3 مینوت ماندند مرا خوچ کرده برآورده بردن ای همین درون بعد یک ماه پس صاحب کار شدم مرا همو کماندایی که بردیمشون در همونجا ترینری ستاره دوشنبه شدم بازی رفتی است در میدان خود 1-0 شکست خوردیم امی اومده کردم معلم بیام بدرم امی آیا جان اومد این مرد خوب براو سر کاملاتی جای سیرسو چه میکنی مربی بازی کردن اجازه بده وقت و یک تا مربی اجازه کرد مربی بازیگر اجازه بود امی در حیاتی ما بود همچون مربی بازیگر مایل شفتم بعد گرفته درو آوردمش خیلی شد که یک پاسی داد هجوم کنندمون گل زد با گل دیگه غلبه را زد با همین بازی تمام شد ما دیگه خورشید نیافتم اما خلیصا گرفته بردن شما خیر من وقتی که از بازی خونه میرفتم برگشته خونه میرفتم مادر من میپرسید که پسرم شما امروز 3 گل زدید من گفتم مادر خدا رحمتی مادرم ای کجا میدونی که ما 3 گل برای که 3 بار آواز لرزه ما 5 کیلومتر دورتر زندگی میکردیم از استادیوم اما آواز همین مخلصا میفهموندن که ما گل زدیم یا که بریدیم همین خیلی ویا بودن حقیقتا بودن باید گفت که حاصلات در سابق تاجیکستان را در چمپیونات پایانی اتحاد شوروی در کلاس A معرفی میکرد و اصلا موفقیت‌های بد نداشت، اما حاصلات با این همه تاریخ بزرگ و چهره‌های سرشناس اینک 5 سال است که در لیگ عالی بازی نمی‌کند. البته تا لیگ عالی رسیدن هنوز وقت است، زیرا دسته را می‌باید سراول به لیگ یکم براید، اما برای برآمدن به لیگ یکم نیز دستگیری لازم است. البته امروز از جانب مقامات اجرایی دستگیری‌ها احساس می‌شوند، اما برای یک کلوب کامل با اینفراستراکتور موجوده زمانوی خیلی مبلغ زیاد لازم است و واقعاً سابقه‌دان فوتبال فرخار و مسئولین دیگر نیز به این نظرند که تنها دستگیری همه جانبه می‌تواند فوتبالی را که مخلصان خیلی پسگانه شدند به فرخار برگرداند. برای که همین حاصلات را به همون شکوه و جلال پیشترش برگردانیم چی باید کرد؟ چی گفتنیم مبلغ در کار تامین شکنن نگوبین شکنن میشود دسته را مستحکم کردن دستگیری در کار بله حاصلات یاردم کردن در کار کادروی ما هر جا پاش خوردگیان رفتگیان خیلی ترینری نو آوردگیم در کوبکی اینا فدراسیون فوتبال اشتراک کردن بعد بازی نکردن سیم جا هم گرفته باشن ساز بازی کردن مابین 5-6 دسته ده بازیشون نقضه اگر دستگیری شود بازی میکنن. اما با این همه پیش دسته امسال وظیفه‌های مشخص گذاشته شده است و ایشان مطمئنند که از اجرای آن میبرایند. امسال روبریت با ما وظیفه گذاشته است که به لیگ یکم برایم و بعد به لیگ عالی جمهوری تاجیکستان. یاد نکردین لیگ عالی را؟ یاد کردیم اما چی وجد کوشش کرده استادیم ما هم میخواهیم در لیگ عالی برآمد کنیم اما خیلی نصیب باشه این روزا را هم میبینیم. دوستان عزیز در همین جا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد و البته امیدوار هستیم که دسته آوازه‌دار حاصلات فرخار از جانب دستاندرکاران دستگیری می‌یابد و مقصدهایی که دسته در نزد خود گذاشته است یعنی برآمدن به لیگ یکم البته اجرا می‌شوند. اما مهمتر از همه چیز دیگر است حاصلات که یکی از گرندهای فوتبال تاجیک است البته باید در لیگ عالی برآمد کند، زیرا چگونه که در آغاز گفتیم در این ورزشگاه ده ها هزار مخلصان برای تماشای
بازی حاصلات آوازدار می آمدند و البته ما امیدوار هستیم که در سالهای نزدیک حاصلات در لیگ عالی برآمد میکند و این ورزشگاه مالامال آدمان خواهد شد.